آقا درود و ارادت، حال شما؟ یه اتفاقی امروز افتاده، میخوام یه چیزی نشونتون بدم، خیلی عجیب غریبه. صبح اومدم که وسایلم از تو ماشین بردارم، دیدم اینجا سوراخه، این صندلیه ببین این. بعد گفتم خدایا چی شده، چرا اینجوری سوراخ شده؟ رفتم تو صندوق عقب باز کردم، من یکم همیشه مکمل و اینا دارم تو صندوق. بعد دیدم که در اومده اینجا رو ببینید، حالا جابجا کردم یکم. ببین این خورده ریزه ها رو ببین، موش رفته، نمیدونم چی رفته. من پروتئین بار دیروز خریده بودم، بعد این پروتئین بارا رو قایم کرده بود زیر صندلی اینجا. من یکی دیگه هم الان زیر اون یکی صندلی است، زیر اون صندلی اون گوشه است. پروتئین بارا رو قایم کرده این بر اون بر. بعد خلاصه دیگه پارتی رو انداخته تو ماشین با پروتئین بار. حالا باید پیداش کنم چجوری. زنگ زدم بیمه، حالا زور باید برم یه تعمیرگاهی که بیمه بهم گفتن. اصلا یه چیز عجیبی، صندلی ماشین صفر خورده. نمیدونم چی کار کنم، اصلا عجیب غریبه. پروتئین بارا رو کلا خورده، هر کدوم یه جا گذاشته. نگاه جای دندوناشو ببین، زیر صندلی‌ها قایم کرده. عجب. اینم از زندگی در کانادا، تورنتو. چجوری یادت رفته من یادتم، همیشه نبودی اونی که میخوام واسه من. با بیمه هماهنگ کردم، آوردم اینجا. این بیمه ماست. الان کارشناس داره چک میکنه که ببینه چقدر خسارت دیده ماشین، که بابت موش جان چقدر خسارت زده بهمون، که خسارت حالا یا تمیز میکنن یا اینکه پی میکنن. الان داره ماشین رو چک میکنه. درای ماشین رو باز گذاشتم. ایستادم اینجا ببینم این موش $2000 میاد بیرون. موشه چیه؟ $2000 انداخته رو دستم. آقا پیگیر همون قضیه یه موشه اومدم الان تله موش بگیرم بذارم تو ماشین، ببینم این هنوز تو ماشینه یا از بیرون میاد. اگه از بیرون میاد این تله موش، مگه از بیرون میاد چجوری میاد؟ خلاصه یه داستان قشنگ خوشگلی برای من باز کرده. با بیمه درگیر شدم از این بر، یعنی درگیر یعنی این که باید برم ببینم جز بیمه هست نیست. از اون طرف باید برم مکانیک ببینیم این از کجا وارد ماشین شده. اگه سوراخ داره باید برم نمایندگی بگم چرا ماشینتون سوراخ داره که موش اومده داخل خسارت زده به من. خلاصه انواع تله موش اینجا سنتیشو من برداشتم. بریم ببینیم چی میشه. فعلا که فیلم هندی شده. آقا صبح اومدیم تله موشی که تو ماشین کار انداختم و چکش کنم ببینم موش تو ماشین هستن و یا نه. گرفتش. این تو ماشین بود، نگاش کن. کثافت. موش $2000 رو گرفتم. این $2000 به من ضرر زده. ببین از اینجا سوراخ کرده، اومده مکملا و پروتئینا و اینا رو خورده. چی کارش کنم من اینا؟ این موش $2000 به من خسارت زده. در راستای موش اومدیم پیش آقا در راستای موش ببینیم از کجا رفته تو. اینجا 2 تا سوراخ هست. نه اینا نه.
این بازه این. نه این پشتش آهنه است، این فقط این اینجا باید باشه. از کف که سوراخی ندیدیم، حالا از توی ماشین باید چک کنیم ببینیم چه خبر. اینجا کن این برم خورده. سلام هست. اینجا هم خورده، این برم میبین چجوری خورده. چیکار کرده؟ حامد جان از اون تو، از اون پشت ممکنه اومده باشه. از زیر؟ از اون پشت حالا. بعد همه این کاور ماورا رو زیر باید باز کنیم. خب این پشت جا داره، اونجا اومده. از اینجا یه جا اینجا اومده. از توی دور چرخ؟ آره دور چرخ جا اومده، باید همه رو بریزیم بیرون. خب چیکار کنیم؟ هم اون ور همین ور. خیلی کار ایجاد میشه.